دو دانه پیاز میگیرید و 300 میلی لیتر شیر میگیرید. پیاز مایده کرده درون 300 میلی لیتر شیر به انداخته یک بار جوشانده میگیرید و 4 ساعت دم میدید. چیز درد به دوا، دل به گنده فایدش کلون. خوانده میتیم به روسی به تاجیکسکی язык نویستگی برای کسل‌های دل به فرسانیتان. 21 نمودی کسل‌های دل خانه به چخیل تبابت میکنیم. رسیپی 13 این روسیش یکمش، دویمش استازم است یک معلم ترجمه کرده دادگی. 2 دانه پیاز 300 میلی لیتر شیر به تیار کنیش بینید. پیاز را میده کرده در شیر انداخته جوشانده در دوام 4 ساعت دم داده پالیده شود. قبول 1 قاشق کلان 3 بار در یک روز صرفی نظر از وقت خوراکخوری. برای بهتر شوی کار دل مدد میکند. زیق راه نفس را به میگرداند و پیش راه سکته میوکاردی را میگیرد. این برای طبابت دل یک راه آسانش بود. یک تا برای دل نفسگیری نه دیگه جایا بهم شمال شیر فایدهش میدونید. پیاز قطعی یک جایا خدا خواهد زور میشد. همه گفتگی منو اکران زبط کرده گیرتون نمیدونم برادرو چی به ویدیو سخرانی کرده نشده است. این پروفیل دویومم یک تا پادپیسکا لایک زیر کرده مونتون. غلام جان 93 تاجیکستان. همه وقت به پیش.